این هم اولین صید امروزمون که دیگه هم با یک دست قلاب گرفتم، با یک دستم ماهی رو. ماشاءالله ماهیاییه که ملت همیشه در صحنه روز عید بیان میندازن توی سد. حالا نگاه کن به چی بزرگی شده. این ماهی راحت 1 کیلو میاد. چون من تومه ای که زدم سر این قلاب تومه ای بود که برای ماهی 2 کیلویی زدم، ولی این ماهی اومد. بیا 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 ماشاءالله. چی بزرگیه. گیر نکنی به این حیوان، گیر نکنی به این که پدرت هم بیاد نمیتونه درت بیاره. گیر نکنی به این توره که پدرت هم بیاد نمیتونه درت بیاره. ماشاءالله. دوستان این چی میتونه باشه؟ کپوره. چقدرم چاقا. کپوره، ماهی قرمزه، چیه این خدایا؟ چقدرم خوشگله. دستم آب بزنم، دستم کثیف شد. چقدر بزرگه. اینجا کو، اینجا اصلا تقلا نمیکنی تو. چجور ماهی از زندگی سیر شدی؟ مکه چاقی. دست از این وره این وره تن بگیرم. ای بابا وایستا دیگه حیوان. آره حالا حالا حالا. چقدر بزرگه. ماشاءالله.